مهمترین قسمتایی که موقع خرید خودرو باید بهش دقت بکنی رو بیا بهت بگم. بیا. به این قسمت میگن شاسی ماشین. اگر این قسمت آسیب داشته باشه و ضربه خورده باشه ماشین 2000 به درد نمیخوره. دومی ستون ماشینه که از اینجا شروع میشه تا اینجا. اینجا هم اگر ضربه خورده باشه ماشین 2000. قسمت بعدی شاسی عقل ماشینه. ببینید 2 تا آهنه، 2 تا قوطیه که از زیر ماشین رد شده. اینا شاسیه ماشینه. یکی دیگه از قسمتایی که خیلی مهمه سقف ماشینه. سقف ماشین رو حتما چک بکنید. اگر این قسمتایی که بهتون گفتم ضربه داشته باشه ماشینتون دچار افت قیمت شدید میشه. تازه شاید عواقبی هم داشته باشه که دیگه نشه درستش کرد، مثل درست کردن درزای ماشین یا کشیدن فرمون. پس اگر خواستین همچین ماشینایی رو بخرین حتما به این قسمتایی که بهتون گفتم دقت کنید. اگر هم خواستین بخرین باید قسمتایی که خورده رو هزینه‌شو کم بکنید. تازه توی پست بعدی میخوام بهت آموزش بدم که